ورشه ورشه ای نسیمه د پیغام وایا په حضور علی سلام زما سلام وایا په حضور علی سلام زما سلام وایا ورشه ورشه ای نسیمه. اینستیتوت روشندران کابل کرد در رشته های تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن کریم، تعلیمات عمومی، حرفه و مسلک در دوره لیسه و در رشته های اداره و مدیریت و فقه عقیده در دوره اینستیتوت فعالیت داره. البته ما در صنف اول یا صنف قبل از مکتب تا صنف 12 و صنف 13 و 14 شاگرد میپذیریم و فعالیت تعلیمی داریم. همچنان اینستیتوت مسلکی روشندران کابل دارای مطبع فعال، کامپیوتر لب فعال و تجهیزات خاص برای افراد دارای معلولیت بینایی و همچنان قرطاس ابواب خاص برای افراد دارای معلولیت بینایی و همچنان ترانسپورت منظم جهت حمل و نقل شاگردان در ایستگاهشان در اختیار دارد. تعداد شاگردای ما بیشتر از 300 نفر میشه که در رشته های تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن کریم، رشته های تعلیمات عمومی، حرفه و مسلک، رشته فقه عقیده و رشته اداره و مدیریت مصروف فراگیری تعلیم و تربیه می باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل
شاگرد اولی ما که قرائت کرد مصطفی جان نام داره. یک شاگرد با استعداد است، با وجود که تکلیف های زیاد هم داره. و شاگرد دومی که ما هست حمزه جان است، اون بچه که با استعداد است دیگه، در درسای خود بسیار کوششی هستند. امکانات زیادتر برشان موجود است، تا کمی است نمیشن یا زیادتر که استفاده میکنند در درسای قرآن کریم از این پیتی و چپ است که در درساشان است و مواد که قرآن کریم هم از در دیپارتمان ما الحمدلله وجود داره برشان مندازد در درساشان. الحمدلله تعداد زیادش استادای ما دارای درجه تحصیل لیسانس و ماستر هستند و مطابق رشته تدریس میکنن. شاگردای ما در اینجا که درس میخوانن و زمانی که فراغت حاصل میکنن از رشته تعلیمات اسلامی ما بالی از که فارغ صنف 13 و فارغ صنف 14 و فارغ صنف 12 میباشن، اینا حافظ قرآن کریم ما میباشن. و همچنان شاگردای ما که در رشته مدیریت درس میخوانن یا دارای مهارت‌های مدیریتی باشن که میتونن در بازار کار مطابق نیاز بازار کار در ادارات مختلف کار کنن. ورتوایا پیغامون ازما گران محبوب علیه سلام تا سلامون ازما ورتوایا د زړګي ټول ارمانون ازما گران محبوب علیه سلام تا سلامون ازما ارمان است در روزه د تل مدام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا. همانطوری که بیننده ها و شما در تصاویر مشاهده میکنین، این شعبه طباعتی بریل انستیتوت است، یعنی شعبه است که کتاب ها را برای استادای نابینا و شاگردای نابینا قابل دسترس میسازه. تمام کتابایی را که شما در داخل انستیتوت دیدین از صنف اول الا صنف 14 در هر دو بخش، هم تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن کریم، هم در تعلیمات عمومی، همش در همین مطبع مورد چاپ قرار میگیره و به دسترس شاگردا و استادا قرار داده میشه. خدمت عرض شود که در این بخش کار ما طوری است که ما یک همکار بینا داریم. همکار بینا کتاب را میخوانه و ما با وسیله امی کیبورد عادی و با وسیله امی کامپیوتر عادی ای را با 6 نقطه تایپ میکنیم با همون خط مخصوص نابینایان و بعد از اینکه این نوشته میشه باز چک میشه، اصلاح میشه، ادیت میشه. اگر کدام خلا و کمبود و نواقص در تایپ صورت گرفته می باشه او دوباره اصلاح میشه، ادیت میشه. بعدش میره به شعبه چاپ که شما هم در شعبه چاپ ما پرنتر ما را دیدین. مطابق نیازمندی های انستیتوت و مطابق نیازمندی های شاگردای ما به همون تعداد به همون نسخه ها ما این کتاب ها را چاپ میکنیم و در اختیار از اونها قرار میدیم. ورشا این سیما دا پیغام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا ای نسیما چې ورزی نبی سلطان تاکا انسانانو ته هر چانا قدردان تاکا د حسن حضرت حسین گران بابا جان تاکا انسانانو ته هر چانا قدردان تاکا په جوړو جوړو هر وخت په صبح و شام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا ورشا این سیما دا پیغام وایا په حضور علیه سلام زما سلام وایا. اینجا در صنف که فعلا هستیم کامپیوتر لب این انستیتوت هست که امکاناتش الحمدلله فعلا در حد کافی و در حد بسنده هست و همونطور که میدونیم ما در کامپیوتر از صفحه خوان استفاده میکنیم. نابیناها برای استفاده از کامپیوتر صفحه خوان داره که توسط صفحه خوان هر چیزی که در تصویر کامپیوتر نمایش داده میشه اینه ما میتونیم بخوانیم و در واقع میتونیم بشنویم و شکل نوشتاری، یعنی شکل نوشتاری رو به صدا تبدیل میکنه تا ما توسط صدای زو راهنمون دریافت بکنیم. ورشا این سیما دا پیغام وایا په حضور علیه سلام
السلام زما سلام وایا په حضور علیه السلام زما سلام وایا ورشه نسیمه د پیغام وایا په حضور علیه السلام زما سلام وایا په حضور علیه السلام زما سلام وایا. درس‌های ما هم به شکل بریل است فعلا، یعنی فعلا ما فقط اینجا درس میخوانیم، کتاب میخوانیم و بله به شکل عملی هم ما مضمون کامپیوتر را که داریم به شکل عملی و انشالله اگه نصیب و قسمت بود سمستر 4 برنامه را که برای ما اینستیتوت داره با 3 روز رفته نظری جمعی میخوانیم و 3 روز دیگه به شکل پرکتیکال یا همو تمرینی یا کارآموزی باز عملی را هم خود رشته اداره و مدیریت تجهیزات الکتریکی میخوانیم، باز انشالله در اونجا عملی میکنیم. سپاسگزاری داریم از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی امارت اسلامی افغانستان که زمینه را مساعد ساختن و این اولین انستیتوت ویژه نابینایان هست که رشته اداره و مدیریت و فقه عقیده را تدریس میکنن و این جای افتخار است برای دولت امارت اسلامی افغانستان و همچنان برای نابینایان که در این انستیتوت قرار دارند و مصروف تحصیل هستند. از نگاه تدریس مسلکی اساتید بسیار توانا و پرتلاش داریم که به سطح لیسانس ماستر هستند و مدیریت عالی داریم که سپاسگزارم از اداره انستیتوت که اینجا هستن، از تدریسی و آمریت محترم انستیتوت که زمینه را مساعد ساختن و همکاری بسیار خوب و همه جانبه دارن با محصلین ما و همکاری بسیار خوب و رفتار نیک و رویه بسیار خوب با اساتید گرامی دارن. و من موضوع کاریابی رشته اداره و مدیریت بسیار یک رشته فوق العاده ارزشمند است در افغانستان، چرا که بازار کار و ساحه کارش بسیار وسیع است و محصلای ما در بخش‌های مختلف مثلا مدیریت پروژه یکی از رشته‌های ارزشمند هست، منابع بشری اینا می‌خوانند، مثلا انگلیسی، کامپیوتر که اینا به سطح عالی و پروفشنال برسن. ما مطمئن هستم که اینا یکی از کارآفرین‌های موفق در افغانستان میشوند، نه اینکه مثلا میتونن در دفاتر دولتی هم کار کنن، در مؤسسات خصوصی هم کار کنن و حتی کارآفرین باشن. مثلا من خودم کارآفرین هستم و مشاور مدیریت هستم، کار میکنم، وقتی خودم کار کردیم تجربهش دارم، مطمئن هستم که محصلای ما هم میتونن خود برسونن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ای نسیما چه ورزی نبی سلطان تاکا انسانانو تا هر چانا قدردان تاکا ده حسن حضرت حسین گران بابا جان تاکا انسانانو تا هر چانا قدردان تاکا پا جوڑو جوڑو ہر وقت پا صبح و شام وایا پا حضور علیہ السلام زما سلام وایا ورشا نسیمہ دا پیغام وایا پا حضور علیہ السلام زما سلام وایا پا حضور علیہ السلام زما سلام وایا.